چرا این علوی میگن؟ توی دکانت هست؟ چی پیام بگویم انت؟ والا غیر شما کلگی همون تیگان اگون تا میگن خلیفه جان امی خودت مکتب خوندی؟ صحبت‌های دیگه داشتیم در خارج. من یک چیز نو دیدم والا امی این چیزا که من میبینم بعضی یادای خودترکی را برای ما میارن. حالا بازم خلاصی کیفیت ایران ندارم مشکنه آفتاب خراب میکنه بخاری دلی و بخاری بوری عرق و همه دقل سنگی میتازید همون سابقات بود حالا من کارخونه دنیا همون آینه و همون قزاقستان کشتم همون زد بسیقه جوان 7 سال 8 سال کار میکرد که باز کار یاد میگیرم همین آبزان من قطعا از علبزادی خلاص شدم خب کدام منطقه؟ یعنی من منطقه سری چیز شفاخانه چه غذا با چونکه ما خوش هستیم بله دولت هم خوش هستیم از هم خوش هستیم که خداوند هم یک آرامی را از این دیانت بکنه انشاءالله ما هم آرزه می‌داریم زنده باشه. سلام قدرمن ولیدونکو هیله ده چې جوړ و روغ اوسئ او یو ښکلی سهار مو درلودلی وي. نن تاسو بیا هم یو ځل بیا د مزار شریف ښار بلخ ولایت څخه زموږ لیدونکي یاست. نن موږ غواړو تاسو ته یوه بله ښکلې برنامه وړاندې کړو زموږ د خلکو مرکې او د کسبو معلوماتي څانګه چیرته چې درېدلی یم دا د حلیب زازي ښکلې کوڅه ده او تاسو هم شاید د حلیب زازي په اړه معلومات ولرئ خو دا غوره معلومات کولی شي تاسو ته نور غوره شیان وړاندې کړي او تاسو باید ستاسو په معلوماتو باندې نور هم زیات سي. نو راځئ لاړ شو عزیزانو سمې جان ما را تعقیب که راځئ لاړ شو لومړنۍ مرکه هم د خپل پیل کو او لومړنۍ څیره لومړنۍ خبرې او لومړنی کار. دلته حاجي صاحب ناست ده په فکر مې د خپل په کار باندې مصروفه ده او غواړي کم شی جوړ کړي. نو راځئ له دې سره مرکه ولرو چې دې دوی د ویل لپاره څه لري او څه کار کوي. سلام علیکم خلیفه خوب هستی جان جور بخیر خیر خیرت است زنده باشی بخیر باشین. آغاز برنامه خود سر تو شروع کردیم دیگه بخیر معلوماتی کافی را به بندای عزیز ما بیتی که مصروفی چی کاری هستی و خودم یک بار معرفی بکنی. ما اسم عبدالجبار یک تنه در عربی سعودان منده شهر مزار شریف بخاری جور کردیم نظام آمادگی زمستانا داریم. بسیار خوب بیره بخاری جور کرده رئیسی؟ بله بخاری جور میکنیم. به نظر خلیفه بله بسیار سال شاید کار بکنی چون از کارت معلوم است. به نظر علبی سازی چی است؟ علبی سازی از یک شغل است دیگه. علبی خوب است سالانه زمستان یک در کاربار ما خوب است آمادگی گرفته رسیم دیگه بخاری چیزا جور کنیم. خب یعنی به نظر شما علبی سازی یک شغل است؟ بله خودی علبی چی است؟ علبی اون چادر است دیگه از خارج میاد تولید وطن نیست اون چادرش از خارج میاد. خب بله. تا لیری تو فکر کردی خلیفه که چرا این علبی میگن؟ علبی اون چادر است دیگه علبی میگه علبی بله این معلوم نیست که چرا این علبی میگن این چادر است. خب در اینجا این قطعات به نظرم کدام پارچه کلان آور کرده بودی قطعات است بله دیگه بخاری‌هاش بودیم یا دروازه‌اش هست خوی دروازه‌اش است دروازه بخاری است جو قچی کردیم بله دروازه‌اش هست. خوی چند متر تا چند متر قچی کردی؟ اینو 1 متر 10 سانتی دوریش میگیریم لولا میگیریم بله. همون پارچه کلان 1 متر قچی کردی باز اینا بله اینا چه 1 متر 10 سانتی دوریش میگیریم لولا میگیریم. این بخاری جور میگیریم. او همین بخاری ها را از همین جور کردی؟ بیلر از یا این چادری نی این چادر این اندازه جور میگیریم اندازه جور. خلیفه جان خیلی اگه به زحمت نمیشه یک بار بخه کامرا برای چت است دیگه برای ما درباره این معلومات بده که کدامش این چادر است کدامش کانتینر است. اینجا گفتی کانتینر هم است؟ نه کانتینر ما دیگه قدابل کار نمیکنیم بیلر داریم. اینا بیلر است اینا اون چادر است اینا اون چادر سفید است بله اون چادر دبل است. این اون نازک است یک کمی دبلتر است دیگه. این شاید قیمت هم باشه قیمت بله هم 1200 12 و نیم صد 1100 این بیان میفروشیم 1200 11 و نیم صد. عزیزانو څنګه چې دا ګورئ دا له بیلره جوړ کړي دي او له هغه له چادر جوړ کړي قیمتونه هم تفاوت لري. خلیفه جان به نظر می دوامش زیاد باشه؟ دوام بله 1 سال دوام داره. او چند سال دوام داره؟ 1 سال میشه دیگه 1 سال استفاده میشه. خب می بندای عزیز ما که ما تماشا میکنن
شاید سالایی که در اینجا در افغانستان زندگی کردن این چیزا رو استفاده میکردن. بله مکی بخاری ترکی میاد ترکی که وطنی خوب است مصرفش کم است از واقعا. خب با ترکی که از زغال زیاد میخوره مصرف زیاد. اگه نه خب در دوش چوب میندازه دیگه. از چوب و زغال خالص دلار پر میکنه میمونه و مصرفش زیاد است. خب بو که یک بار گرم آمد باز پس خود سرد نمیکنه از سرد هم نمیکنه مصرفش هم بالا شده. کسا که اقتصادش خوب باشه ترکی استفاده میکنه. همین دکانت کدام طرف است؟ این دکان خوی دکانت است؟ دمی دکان چیزی جور میکنه یک بار بریم دمی سی دکانت هم یک دکان تا بر بنده عزیز ما نشان میده ازانو راځي دې د دکانمو ګورو چې په دې دکان کې دلته چای لري. خوب خلیفه جان د دې دکان دیگه چی داری غیر از همین بخاری؟ بخاری که سماوات هست چاجوش هست. خب چایجوش هم داری؟ بله کدام چایجوش هست؟ چاجوش اینی چاجوش خب اینجا داری چایجوش هم در اینجا داری. از آن تاس چایجوش لیدل یو دونه زرا واخلم دا چایجوش دا چایجوشونه دی ازانو. نو خلیفه جان دیرم زیادتر بنظرم مردم قریه جاد از پیشون بخره. بله کسایی که بخاری میخره ذره کلانتر از خاطر او گرم شدن یک بخاری اثر. خب یک چای مایشان سرش گرم میکنیم میگم بیاد چوب میسوزه. بله بیرم سرش گرم بکنیم ما مردم خب هر جایی که آسانی باشه اون رو کش میکنیم. اون تاس نه؟ خب در پالویش دیگه چی هست؟ سماوات هست کم مصرف این که زغال برد. خب چای جان لگذاره شات بلارتی دا سماوارم دی اجزان تا وخیو. خب همین سماوار است اینا. اینی سماوار است. خب این سماوار است. این سماوار به نام 10 لیتر است. 10 لیتر است. این بغل 20 لیتر داریم 30 لیتر داریم. خب بله لیتر قیمتاش هم به لیتر متفاوت است. بله 500 400 600 هم بیاد. خلیفه جان می کسب علبی سازی آسان است سخت؟ نه آسان است. آسان است. مثلا اگه من شاگرد تو شوم چقدر وقت یاد میگیرم؟ نه تقریبا 2 سال یاد میگیرین تقریبا. 2 سال؟ بله 2 سال. این خمس پانتون ورس. نه دیگه او تو نیست که یک مو خلیفه شد. ما گفتم دم یک مخالفه شو من دکان جور کنم. ها؟ نه امکان نداره. خود چند سال شاگردی کردی؟ من 4 سال شاگردی کردم. نام خدا 4 سال فیکس. 4 سال شاگردی. سختی داشت دیگه. بله شاید کدام روز خلیفه آمده باشه زدم باشه تو را که والا. اول دمی افغانستان خو یک رسم است نه اول سر جارو میکنن. بله جارو کش هستی تا چقدر ساله؟ بازو که خوش آمد یادش میاد که خوش نامد دیگه رفتی. باز خلیفه جان یک مسئله دیگه است میگه زمانی که شاگرد شدی باز میگه بیا می کمرت بسته کنم همین چی معنا داره نمی کمر یک دوای پیر رفته حضرت داوود کمر بسته کردن شاگرد که یاد گرفت باز کمر بسته یعنی این از 4000 سال 3000 سال پیشی مونده رواج یک رسم مانده که بیا دیوال تو شاگرد شدی علی استاد میش کمرت بسته کنم پیر داره پیر ما حضرت داوود دیگه یک از اون زمان بالکل اونا به نظر همین علبی سازی را کار میکنن همین کارهای آهنگری و اینا را کار میکنن زری میساختن نه بر اساس همو اسناد تاریخی. خب دیگه همین نلم شما جور میکنین نلی بخاری؟ کدام نلاست یک بار نشان میداری این نل یک مترم داریم. خب سمی جان لگزر نگدی که راسی دغه نل بم زموږ لیدون کې وګوري ازانه دغه نل ده که دلته داسې ښکاري ډېر ښه نل یې جوړ کړی ده. نظر به بخاری خورده کلان جور میکنیم. خب این خوردش است؟ این کلان است؟ این شما بگین خلیفه جان که من یک نشان میتونم میرم. این البته دود بسیار زیاد بالا میکنه. کش بالا داره. کش کم است. کم است ولی مثل در بخاری و نظر به بخاری خود کار داشت خیلی نل میده. مگه کلان کار داشت اون اندازه کلان کرد و نل کلان میخوره. خب اون نل کلان میخوره. بسیار خوب. ولی بسیار زحمت میکشه آجی. امی اجزام دلته دیسی و رسمونه لري که دا رسمونه تاسو ګورئ خلیفه می رسمایی را چطور جور میکنی؟ به خاطر این ماشین میکنیم. این ماشین است. کجاست ماشینه؟ اونم ماشین. اون ماشین است؟ بله. بسیار خوب. سری او رسم بشه. تالی کدام تالی همیشه داری که رسم بکنی همی دقیقه یک تا؟ نل ماشین بله اون هست. خب ایزان او گوره چه دیدوی سرقم دا رسمی نو کار دیدوی سرقم ده. خب سمی جانه تو هم راسه دقلتا نگده ونیسه دی ماشین تا چه دا ماشین که دا سر رقم رسمی دا بیازو لو گوری دی منگ لیدون که چه خلیفه مغلتا مصروفه ده زبا میاو لگزر یاو جیکسمه پاس اجازه خواست خلیفه جان که سمی جانه تم را جیکسه سمی جانه پاس را جیکسه که کاری الده سایی ده که خبره ده
خواهر جان ای گردا چی هست اینجا؟ گودکه میگه گودکش هست؟ گودکش هست بله گلک میزنیم گودکه از هر رقم گودکه میزنیم. آلی گودکه را زدی؟ بله اینا ماشین میزنیم. خب اینجا یک چاک داره اینجا دو چاک داره در چاکا برابرش میکنی؟ خب خلیفه جان امید تو کدام میری دیگه ایره؟ این ماشین میکنم دبل میشه و هم چی هست نالش جاندار میگه و رقم کشه باید نازک نشان میده خدا آرام. خب بله ایره دو دور دادن دیگه ایره. دادیم بله. بازی خوبش معلوم میشه. بله با این دندانه میزنیم این بچه دیگه از دندانه میزنیم خدا خورد میکنه با سر از اون رقم نرمه. این خدا کار نمیکنه؟ میبره اینجا تایید کنیم میبره مقصد. خب میبره میره؟ بله اینا دبل نیست قیمت. خب اینا دبل نیست. دیگه از کار راضی هستی خلیفه؟ خب راضی هستم. چند سال است از کار راضی هستی؟ والا 30 سال شده که راضی هستی؟ راضی هستم. نمی کسی که کسب شروع میکنه خلیفه میگه مگ بلدینگ جور کنم سری کسب بخواد مگ موتر بخرم سری کسب بخواد خریدتون نیستی؟ نه هست از ما کسبی باز چی نداره کش نداره؟ کش نداره یکی از ما پلاستیکی زیاد اومده پلاستیک ذخیره پلاستیکی هست دیگه نوای پلاستیکی هست خرید کار شما را کمی ضعیفتر شده ضعیفتر کرده خب خلیفه جان یک پیام زیبایی تو برای عزیز ما بگو والا پیام زیبایی میشه که مقصد بخاری میخرن وطنی استفاده کنن خوبتر است از ترکی چیز جور نمیشه؟ ترکی چیز جور نمیشه مصرفش هم بالاست قیمت هم از 8000 12000 یکی بازی مصرفش کم از که زغال بعد تو خانه را گرم میکنه او که از یک دفعه دلار پر کنی هر پر کردن 50 برای زغال میبرن بالکل بله این باز وطنی استفاده کنن خوبتر است او البته دوله‌ای جور شده ای هم رقم جور بله میشه هم شکل ترکی هم جور شده او هم مصرفش کم است خب او یک هم قضیه داره ستراتر از مردم تو یک قسم یک استایل داره فکر کنم بله این هم استایل داره شما هم زحمت میکشید استایل میزنید یک چیز مواد ناسوز داره هم سیرک داره و رنگش تغییر نمیکنه خاطر از مردم جاتر میاد بسیار خوب تشکر خلیفه جان زنده باشد معلومات بندای عزیز ما بسیار معلومات کافی را از شما گرفتن حالا بریم پیش خلیفه کارهای دیگه هم یک مصاحبه داشته باشن امروز نه اونجا بریم خوبتر اونجا کلانتر اونجا خوب دو قسمت زنده باشن تشکر عزیزانو زما یو کته سم ډیر ښه غوره معلومات خلیفه موږ ته وړاندې کړه نو دغلته یو بل دوکان ده په دغه څنګ کې دې جانب یې بیا خواته لاړ سو ډیر ښه دوکانه کې دلته جوړ کړی ده نو دا نور شیان هم لري دلته نور شیان لکه دغسې دا د کله چې خیراتونه کېږي عزیزانو که بیا په دې باندې په وریجو باندې اوبه شیندي غوړي په دې کې ساتي او داسې نور داسې دې ته نه پوهیم څه وایي دا د دې نوم دې ماله یاده ووته ودرېږي راځه خلیفه نه باید پوښتنه وکړو سلام علیکم خوب هستین شما جور هستین بخیر هستین بیخی عسکری سلام میورکه خلیفه جان هستی در کارت امروز شاگرد یک مرکه کنیم مشکل خود نداره خواه کسا می جانه تلک زره ټیټ څه چې دغه زموږ ورور سره یو مرکه د خپل وکړو سلام علیکم جور هستی بخیر هستی خیر و خیرت است بخیر دمی صبح زیبا کارت آغاز کردی دیگه بخیر چطور خسته خو نیستی؟ نه والله خدا رو در خسته خو نمیشین دیگه نام زیبا چی است؟ احمد فواد احمد فواد جان از کجا هستی؟ از مزار از مزار جان هستی؟ یک جان استفاده کنی دیگه؟ از مزار جان چون جای ماست خانه ماست دیگه کدام قسم پیش برده رئیسی؟ علبی سازی را علبی سازی چند سال میشه؟ 7 سال 7 سال میشه شاگرد هستی 7 سال شده دیگه تو حال کمر بسته نکرده استاد؟ نه نکرده چرا؟ میکنیم بخیر حال خیر کسب صحیح یاد بگیریم گفتیم که نیمکاره کسب که است از خود هنر داره هر چیز داره بالکل به خاطر که در حال هر کس 2 ماه 3 ماه کار کرده خود خلیفه میگیره ولی به خاطر که ما 7 سال کار کردیم که دل ما پوچه و سری خود ما که کسبی شدیم اینالی بالکل
بله. مکتب خواندی؟ مکتب ها سنت چند هستی؟ یا خلاص کردی؟ نه خلاص نکردیم. چند سال هستی؟ یا خود معبده خب سنف چند هستی؟ 11. نام خدا خیلی یک ساله که مانده دیگه. بخیر رو هم خلاص میکنی؟ بخیر. کم مانده؟ کم مانده ایش هم تعمل میکنیم. بخیر داینده میخوای علوی ساز شوی یا دکتر؟ ما خو هم دکترش میخوایم هم کسب میخوایم هر کدام مشکل ما باشه مشکل نداره. بالکل یعنی آدم موفق همی کسی است که هم کسب یاد بگیره هم علم داشته باشه نه؟ که طرف کسب کرفتی علم که نداشتی بازارم سخت میشه. اونم سخت است. اونم یاد نگیری، اینم یاد نگیری با میمونه با. چی کار کرده رئیس امیاله؟ امیال دروازه بخاری جور کرده رئیس. خوی دروازه بخاری است؟ والا نوش جانت. چی چکوش در کجا زده رئیس دهی؟ این از بغلایش است که او را پرچین میکنیم می علایده جور میشه باز یا که از دیگه شیب انداخته میشه با یا که از پرچین میشه اینجا خوش شیب انداخته میشه کدام طرفی شیب انداخته میشه یا که از یا که از خطاست یا این علایده جور میشه یا علایده جور میشه با یا را که از دهی وصل میکنیم خوی زرداش علایده انداخته به خود شیب خب چی رقم چکوش میزن چکوش بزن سمی جان تاونی دیر است دیر در چکوش ول وګوره والا دا کسبم ډیر کا کسب ده عزیزانو ما بیخي شوق راغی ورته بیا تو بیخي مګ دوتا چکوش دیم اینی مایک تو بگی عزیزانو زه بدلته کینم یو څو چکوش زه به مو وای چوکی داشتی اینجا ما گفتم چې تو راحت چشتی عزیزانو ما ځان سم واچونو زه خو لږ دره په وزن زیات یم خو خیر همین تو میزنی بله مخ خراب خود زدن همین درست همین تو زده برم همین رقم والا خلیفه کسبت با خدا اینی که زده میری نیره ای دست باز ای تو نشه که این رخ چپ شده خو رخ میزنه والا نوش جانت خلیفه امرای تو یک مصاحبه صحیح میکنم مرا شاگرد بگی ایزان دا چه گوری دا دستی ویهی ای چه آیین زیرتم گول است بله این هم رخاش مایده است خو رخاش مایده است ایره خونه میزنی تو؟ نه او رو نمیزنی اگر دی باشه میشه خراب میشه با دیگه باز کسی نمیخره؟ نه دیگه با این پرس میشه دورش خراب میشه دور خو ایره شما مثلث شکل خودتان جور کردین ایره ایزان دا ما جور کرده دی نه دا جور کرده ما جور کرده دا ایره ما جور کردم نه؟ تو خو جور نکردی ما جور کردم دیگه خیره رایگان ما میبرم مشکل نه بیا تا جایت بیشی خب بیا تو در جایت بیش حالی من تو را در خانم میکنم چوکی رو بیار بسی دیگه باید خب چوکی رو دیگه بیار باید والا می چوکیم خوب است خب کدام شعر زیبا داشته باشی؟ شعر دیگه کمیتم هیچ بیخی دیگه والا می 3 بار پرسان کردم بیخی کسی که سری قسم خور باشه میره قسم خورا ورگفت هیچ دیگه خیلی شعر یادم داره چی رو بگی دیگه پیامی چی است؟ پیامی زیبا بگو چی پیام بگویم من یک پیام خوب لوکس و زیبا برای بندایی که تو را از خارج داخل میبینن پیام نداری؟ این خلیفه یاد داد مقصد بیننده های عزیزی ما که میبینه ما را از جایی که از جور و سلامت باشه هر کسی هر جوان است باید هم یک کسب ردیشه بگیره به مراد و مقصدش برسه مراد مقصدش برسه از کسب عروسی کنه از کسب نان پیدا کنه عروسی کنه اول نان پیدا کنه اول خود نان پیدا کنه پر ارزان کو باشه آقا زن کو بالکل اول خانه رو پوری ارزان کو با فکر زن کو زنده باشی کنه سری میگه پت زنده باشی بیا که امرای خلیفه تام یک مصاحبه کنیم خو خلیفه جان این پالید ما بشینیم سمی جان که اینده خوی نتونی در کامرا دیر خیر ازی خب خلیفه جان یک خودم معرفی که اول سیف الدین هستم یک تن از علوی سازان شهر زیبای مزار شریف بسیار خوب چند سال میشه خلیفه جان که اینجا کار میکنید تقریبا حدود یگان 25 سال اینجا زیادتر هستیم 25 سال خودت چند سال هستی من 38 سال هستم نام خدا ای تو معلومش فقط به از خارج آمده باشی همچهرت مردم های یونانی و ایتالیایی وارث چریم؟ رگ ایتالیایی خود نداری؟ والا غیر شما کلگه همون یگان تا که میگه چهره دم رقم سر میخوره یگان تا که میشناسه از خارج گفته آمده
شاید تو رو یک استایل مثال بزنیم در جایی که بوری شاید تو رو نشناسم بخین. نه نمیشناسم. امروز در انگلیسی گپ بزنم. ما یگان دفعه که تو آینک میپوشیم بیادر پالدون است کلاه نیمه قول که میپوشیم خودم هم چهره محمود زرد سرخه و دیگه خیلی میگه ای بیخی خودشان از دیگه ای دیگه گپ نه خود خارجی است امریکایی است. خلیفه جان این چیزای به نام چی است؟ من از یاد مرا بخونه بید. این روک به خاطر دکان بقالی چیزا این روک میگن؟ روک میگن بله. خب من قریب قاشق گفته بودم میرم. قاشق هم میگه بعضیا روک هم میگه بله. همین از یاد مرا به خاطر می برین یکی تول میکنن و به خاطر برنج و می لوبیا و ماش همین چیزای دکانای بقالی استفاده میکنن. خب خودت بخاریم جور میکنین من میخوام دیگه. بخاری ها یعنی بخاری از سرخ او اودان است. او اودان است؟ بله اودانای چلقمی سازمی حلبی و این چادر است؟ این چادرای 05 است. خب و 05 خود ضمن کلش همینا 5 است. یک قسمش تو رنگمه، یک قسمش تو سرخ مه، نارنجی مه، سفید مه، یخچالی مه، عرق مه. این تو این چادرای ضد زنگ هم داری؟ این چادرای ضد زنگ دیگه تا حالا نامده. نامده؟ نه نامده تا حالا. باز این راستی بسیاری مردم خراب هم میشه چیزایش ضد زنگ نیست که خراب میشه. دیگه دی فعلا مال کار میکنیم از این اکلاک بیشتر نشان دادم برتون روک جور میکنیم. از اینا اودان و بعض چیزا جور میکنیم مدام قدر دوام هم دوام زیادتر نداره در وطن ما شما. بله زنگ میزنه بالکل زنگ میزنه دیگه. باز که زنگ بزنه جورم نمیشه. زنگ که زد بازم هوا خراب میکنه. مزه هوا خراب میشه، تلخ میشه. کسی پیش ما آمد گفت خلیفه یک سماج دارم وقتی که ای جوش میکنه ما ترموز میگیریم و واز میکنم فکر میکنم که یگان یک سر چای خشک ما داخل از این انداختیم پیش از اینکه ما تلخ میشه. نه ام رنگ از او سرخ میشه فقط چای انداختگی بری. رنگش سرخ میشه. دیگه اینجا چای جوش هم جور میکنن نه؟ چای جوش هم ما نمیسازیم. حالا فعلا چای جوش و بعضی میده شده چیزا را در راسته چیز جور میکنم. در راسته کوچه یخدان. خب بخش فروشی کی است. خب اونجا جور میکنم. بله. دیگه شما همی چی میگن همین ملاقه است؟ اوگردان است. یعنی آی صافک است، ناوه است، کور گروپ است. خب اینا را شما کپای بخاری است. این حال فعلا مال نکلیش هم جور میکنیم. اول این چی است؟ این کپ بخاری است. کپی بخاری دستری بخاری بنده میشه؟ نه در جای دیوال اوه ولش یگان دفعه آدم فکرش میره دیگه. این کپ همون جایی که بخاری که میکشن بازی داخل میکنن که دود موندش نبره تا یک سال و دیگه یه خوبی دیگه هم داره و دیگه یکی از دو سرپوش است. خب این یک سرپوش است. یعنی میخواین دو ترکی وصل کنین دایی وطنی. خب ایزان دو سرپوخ لري یو سرپوخ هغه او بل سرپوخ دغه چې ما وخت کې څو دقیقې مخکې دا دو سرپوخ لري. ای به خاطر وطنی است؟ ای وطنی است. او به خاطر ترکی است. نه او اردوی از که زمینان میکشین بازینی به خاطر ترکی است. خب اردوی رو میکشین بازی ترکی میشه. بله او به خاطر بخاری خورده است و هیچ دیگه کلان است. شما مثلا بخاری که داشته باشین نمیتونین او را بکنین و پس خرد بشانین. دو نوع کارا میکنه. والا نوش جانت خلیفه. خلاق هستی بیخی. تو هم از اون ماشینای چیز داری گل که میندازه؟ بله دارم. اون داخل است فعلا کار کرده رئیس سعودم که شما. خب آمدیم اون رو خود نشان دادیم برای بندای عزیز ما ماشینه. نشان دادیم یک بار که این کارش چگونه است، سیستمش چه رقم است. پیش خلیفه کار دیگه بودیم. این همسایه ما. بله اونا هم بسیار معلومات کافی رو دارن. قیمتا چطور است؟ قیمتای بخاری؟ خوب است. فعلا این بخاری ها که است 2200 2800 تا 1500 هم بخاری است. یک رقم بخاری داریم. یعنی بخاری است تا 1900 و 800 تا 700 7,500 هم بخاری داریم. خب بخاری داریم دیگه. ان شاء الله شاتاش میگیریم بندای عزیز ما نشان میتیم. عزیزانو تاسو دلته ډیره غوره معلومات هم واوریدل. نو پاغه څنګه عزیزانو خونج خواته الته هغه دی بکسونه. نو شاید تاسو زیاتره کسان چې په خارج کې افغانستان کې ودونه کوي به بکس اخلي. نو تاسو لاړ سالته معلومات تاسو درکړي چې بکسونه څو دي. نو تاسو هغه معلومات هم اوري. تشکر خلیفه عزیز از معلوماتی که برای ما دادین. دیگه بسیار خوش شدیم. پیام زیبا دادیم آخر بگیم پیامت نمانه. پیام ما همیست که در مردم افغانستان خارج کلش همین چیزهای خارجی که بیاید در افغانستان ما بازم چیزهای ما یک ذره کم کش میشه. کسی نمیخره.
پیام نمیست تجارت افغانستان هم صادرات های خارجی را بند کنه، ما بخواهیم که پس در سیستم های کار خود ادامه بدیم. بسیار خوب، بسیار یک پیام عالی به خاطر ارتقای اقتصادی افغانستان. بله استقامت. عزیزان وسبلارسو تشکر از شما، زنده باشین. اینم خلیفه جان بگی که از پیش ما نمانه، زنده باشین عزیزانو. سمی جان دغه سبلارسو په دغه څنګ کې دلته ځینې بکسونه جوړیږي، نو د دې سره به هم که څوک ول یو مرکه ورسره وکړو، ځکه دوی هم دغلته بوخت دي خپل په کارونو باندې. دا چې تاسو ګورئ عزیزانو، دا د پیسو لپاره ده. دا چې تاسو ګورئ صاحبی کی است؟ صاحبش همینجاست. خو اینه یک جوانی عزیزی دیگه هم زنده باشی، بخیر باشی. امیر کل جوانا سر کسب علبی سازی است. والا چی کنیم دیگه، مال وقتش هست دیگه داینگری خودم چقدر جوانا باشه هست. بله ها دیگه برای فعلا وقت قسم کار ما. پیش از اینکه نامی تا بگویی برای ما بگو علبی سازی خوب از داینگری. برای فعلا برای ما که اما سال کار کردیم خو علبی سازی از داینگری راحت تر است. خال نامی تا بگو. حسیب الله عزیزم، باشنده شهر مزار شریف. نام خدا حسیب الله عزیزی قند. قربانتون. دیگه در اینجا ما می بکس های تو رو دیدیم، بخاری ها رو خب معلومات دادیم، سمار معلومات دادیم، یک چیزی نو است. بله. دیگه درباره معلومات بیتی خوب به خاطر پیسه است، من نمیفهم داخلی پیسه باشه نباشه، من گیره واس کنم. خالد ایسانا گوره دا خالده. شما میگی پیسه هم نمیمونن؟ ما دیگه خالی سودا میکنیم، بعد نمیشه که پیسه سودا کنیم خانه. پیسه نمیمونه. والا خیلی بازی خوردم من دیوال، ما بودم اولیش گرفتم بودم، بعد یک پیسه باشه. کدام گپ نیست، اگه باز شما میگین خیره که پیسه سودا میکنیم. نماشین تشکر. درباره همین اگه برای ما معلومات بیتی از سیبیلای عزیز. سلامت باشین استاد جان. اینا که میبینین نان چادر شان چادر قزاقی است، گلدار است، از قزاقستان میاد. میگه تولید خود وطن از خود ما جور میکنیم اینجا. خب میره خودتان جور میکنین. یعنی باز زنجیرکای ریزش که میبینین این از پاکستان میاد برای فعلا. خوی زنجیرکایش. این میگه خورترک چیز. یک چون که اینجا تجارای ما بگم دیگه البته کارخانه فعال نیست چطور برای فعلا، برای سابق بود برای فعلا نیست. خب برای فعلا باز اینا زنجیرکاش از پاکستان برای ما وارد نشن. بسیار خوب. کاری وطن است دیگه، سعی کو چقلوک جور کردی. این رنگ این خودش انچادرم تو رنگمه. این چادرها مکمل همین تو گلدار میه. گلدار میه. زیادترم شاید دکاندار از پیشتان بخرن. دکاندارا میخره و خانوالا به خاطر دخل مخلق در اشتکایشان از خاطر پیسهشان بود میگیرن. خب این که یکان پیسه مثلا باند زیر کالای باکس کلان در زیر کالا تختم بکنه کسی رو نمیبینه. کسی نمیبینه خاطر هم در ریزه داد. بالکل. حالا خوب چل بریم عروسا جور کردی. عروسا سمجان دا کنج که وداره که دالت دا کارسی دا باکسونه دا باکس درباره باکسای کلان تام برای ما معلومات بده که باکسای کلان برای خاطر باکسا که معلومات بتون براتون این چادر شیرانی هستن. از ایران میان چادرش با این چادرها فرق میکنه. قزاقی هم داره، چینایی هم داره، ایرانی هم داره. این چادرهای ایرانی 05 هستن. دیگه ایران هم ساخت خود ماست، خود ما جور میکنیم در دکان. خاطر توضیحاتی که مثلا در اطرافات توضیحات داریم و برای فعلا در اینجا اگه مشتریایی که میخره خانوالا دیگه ایران که میبینین این زنجیرکای اینا هم از پاکستان میاد، چون که اینجا کارخانه نیست که فهمید تولید کنه. دیگه دستش هم از پاکستان میاد، دیگه کلش تولید خودتان. خود ما جور میکنیم کدام کاری. خب بس بله عزیز خودت مکتب خوندی؟ مکتب خواندیم بله. بسیار کم خواندیم، تا سال 7 خواندیم مکتب. وجهش چی بود که مکتب اعلا بیتی؟ والا از خاطر هم قسم کار، چون که نمیشد در دویش؟ نه هر دوش نمیشد. فشار میورد البته. فشار میورد بخیر تا 4 تا بودم مکتب، بعد 4 میامدم در کاروبار. از خاطر هم یکی چیزا و دیگه یکی از مصرفات‌های دیگه داشتیم در خارج. یک چکر رفتم سمت ایران. ایران هم خیلی مزه ایران دیدی؟ یک چکر ایران رفته بودیم، باز از خاطر هم مناسب شد بود مکتب اعلام کردیم. واقعا کسی مسافر شود سخت است برش، چون فشار اقتصادی خانواده است و بعضی کپای دیگه است. به خاطر همین گپ سخنا باز یک چکر رفتیم ایران و دوباره پس آمدیم، می‌خواستیم که مکتب شروع کنیم و نشد. مناسب نشد دیگه. باز ما گفتیم عرضی خود کردی؟ عرضی کردیم بله. این خیلی کار اصلی رو خودت کردی. حالا چی کنیم دیگه، پدر و مادر نمان ما را. همیشه ما باید برای پدر و مادر خود مدیون باشیم. بله بالکل. اونها اینقدر زحمت میکشن، تلاش میکنن تا فرزندش به یک جای برسه و در زمانی که ما مثلا درس خواندن نمیتونیم یا جای رفتن البته اما پدر و مادری ما زحمت کشیده ولی توان بیشتر نداره. فهمیدن است؟ باید ما کار کنیم و توان بیشتر پیدا کنیم. بله از خاطر همون دیگه، از خاطر پدر و مادر، از خاطر یک روزی نان، از خاطر همیشه باید ما احترامشان داشته باشیم و
زمانی که احترام اونا رو بکنیم کسب ما موفق میشه. خدا راضی، پدر و مادر راضی و پدر و مادر راضی، کسب راضی. زنده باشی اسیبالله عزیز. تشکر. عزیزانو دلته مو مرکه درلودلې په دې څنګه کې نو راځئ سمې جان ما تعقیب جلد لاړ سو. دلته د علبي سازي دوکانونه ډیر زیات دي نو دلته هم له دې سره مرکه ولرو او تاسو خوندور نور معلومات هم وړاندې کو چې دا علبي سازي نور دلته شی جوړیږي یا دغه تنها بخاریګانې دي او داسې قاشقې دي او یا نوي شیان هم دلته جوړیږي. له سړک نه به تېر شو عزیزانو چې موټر مو ونه وهي. عزیزان دلته لږ څه نوي شیان شته که دا نوی ښکاري دا شی دا نوی ښکاري او دلته دا نوی ښکاري. نو راځئ د دې دوی له خولې به د دې د مرکې واورو چې دا شیان شی دي او څنګه کاریږي. سلام علیکم. خوب هستی برادر جان جور؟ بخیر، خیر و خیرت. والا این طرف آمدیم دم دکان تو بسیار چیزای نو دیدیم. خوش آمدید. میگه بخیر باشین. امروز ما برنامه داریم سر علبی سازی. خواهش نام خدا. اگر زحمت نمیشه که ساعت میشونی؟ مشکل نیست. خب سمی جانم لمنگ ندیره کل شارت ونیسن که عزیزان سمو گوری. برادر از یک بار خودم معرفی بکن. نجیب الله هستم، یک از دکاندارای راستی علبی سازی شهر مزار شریف. خب خودت علبی ساز هستی یا دکاندار علبی ساز هستی؟ هم علبی ساز هستیم، فعلا که اینجا کار کرده نمیشه، فعلا دکانداری میکنیم. بله. چی خوب است بعضی چیزای جدیدی که خودت داری ما بررسی برای دوستای خود معرفی بکنیم، چون ما یک سری مصاحبه و طرف گرفتیم. بخاری را شناختن، بیلر را شناختن، ولی چیزای نو. ما هم یک چیز نو دیدم. سمی جان لگزار شات لارز چی داغ زرا وقت لما اینمی ای چی است؟ این سرکی نو است. بعضی بامایی که پیک داره حالا خب مکمل تعمیرها را که جور میکنه دورش جای زیادتر شه و گفته 1 متر پیک میکشه. بله این دسته از او شانده میشه. خوی بخاطر نو بوده است. بله. من فکر کنم بخاری است. با نال بخاری گرد میباشه این چارکنج است. چارکنج است. بعضی بخاطر نو. امینالای بخاریای ترکی چارکنج است بعضی. نه مکمل گرد است. مکمل گرد است. بله. خب البته خیمه اشتباه کرد. چارکنج که فضایش قید میشه با دو بندش میکنه. گرد که فضایش باز است. 4 طرفش یک برابر میشه. علم داشته کس دارن دیوالی مثل پانتون وارس. و همین اینمی چی است اینمی؟ این هم از سرکی بام بخاطر نو است. خویرم نو است. بله. این چون شباهت به سر فیل داره ما ایره به نام کله فیل یاد میکنیم. شباهت همو داره با پایین که نال تایی شد پایین شده. هم رقم کله فیل که معلوم میشه باز ایره ما کله فیل یاد میکنیم. این چی رقم وصل میکنین؟ این سر بام شانده میشه. این طرف بام است؟ این طرف بام شانده میشه. از این پایین باز 90 پایین میشه. خب یک نل دیگه. یک نل دیگه پایین میشه. بعضیا 3 متر از بعضیا 6 متر از بامشان هر چی که پایین تر شده سر این نل وصل کرده میره و پایین شدن میگیره. بسیار خوب. کار نو هم شما میکنید؟ کار نو بخاری. خب دیگه چیزی جدیدی که داری؟ جدیدی که فعلا این امید بنظرم جدید است. این برای بنده از این ما نشان ندادیم. چیز طلایی که است؟ چه طلایی که است؟ طلایی و اون جور کردگیش هست. و این چی است؟ این برای فابریکا میبره زیادتر خاطر ماشینای خسته و خوی به خاطر ماشین خسته میه؟ بله. این چی رقم کار میکنه نی؟ این باز کار کردش در ماشین از دیگه چیزایش. این تنها ما میسازیم دیگه کارش کلا ماشین برقی انجام میده. این تنها یک نوعش است. یک نوع وارد شده. بله. در اینجا هم خسته رو میندازه پایین میبره. مواد میریزه با پشتر پلاستیک میه که پرس میکنه. خود ماشین دیگه داره که او ماشیناش باز مربوط به نمیشه و ماشیناش از خارج میاد. دیگه چیز نو کس اونو قبای طلایی است که برای مسجدها شانده میشه. خب بیام قبا رو یک ببینیم. خوب است خودت؟ جور هستی؟ میم طرف خودت هم میم چکر. سمی جان دا قبه وکردی منگلی دون که تا این قبای طلایی این خودش انچادر است؟ اینه یا نکل است. خب نکل است؟ بله. خود انچادر رنگ کردگی باشه؟ نه انچادر که رنگ کنی با رنگ خود عدست میته. این نکل است رنگ خود هم عدست نمیته و کیفیتش هم بالا است. کیفیت دیرم بالا. بله. کارکردش هم بالا. کارکردش هم بالا. زنگ هم نمیزنه. سر گنبدهای مسجد به خاطر یک چیز تزیینی و نمایشی جور شدگی است. سبک است یا گران؟ نه سبک است وزن نداره. بله. خب این شمال ممال نزنه سر مسجد؟ نه باز او رقمی ما کم میکنیم دیگه. این زیراش باز چوکات بسته میشه در سر گنبد مسجد ولدینگ میشه. والا این چیزی که من میبینم بعضی یادای خورترکی را برای ما میاره این بنظرم بسته است. خب این چیزی که
برای بندای عزیز ما نشان بدیم. یا که هست زیر صندلی میمونه. زیر صندلی میمونه. زمستان که شود. بالکل. یک وقتای در دکانایی که فروشی میشه با دایی امو چوبارا در میتن باز خود گرم میکنن. سابق وقدر تکنولوژی نبود و مردم برق نداشتن از زیادتر استفاده میکنن دیگه. حالی که برق و گپو هست حالا مردمایی که در اطراف هستن یا بعضی آدمای سن کده که هستن مسن از این چیزا استفاده میکنن چون هم گرمی زیاد است هم ضرر نداره. و بسیار محکم هستی. خود چیزی که به خاطر که داخل از آتش محکم باشه زود از ذوب نمیشه. آتش که دایی می باشه این زود خراب نکنه ما دبل جور میکنیم. بسیار خوب. چطور است کاروبارا؟ کاروبارا خوب است. مقصد سال در سال صنعت دست و میگه کم شده رایسته چون به خاطر چیزای تیار از خارج میآید. خب صنعت دست می غیر علوی سازی دیگه کارا هم کم پایین آمده. یعنی کار شما سوچ مردم البته نمیخرن چی بنا؟ مردم میخرن ولی چیزی که ارزان باشه چیزی که تیار جور کردگی باشه اونا رو مردم زیاد میخرن. سابق ما چای جوش به خاطر چای دم کردن و چیزا جور میکنیم از آین چادر. حالا از پاکستان جور شدگیش می از او استفاده میکنن. چاینکای آلومینیومی که هست. این نقص خود ماست دیگه. بالکل این نقصش است. چون اگر ما از تولیدات وطن خود استفاده بکنیم چی نیاز است برای آوردن او؟ 100% همو گپ است. یا این نوار که استفاده میکنیم حال مردم نوای پلاستیکی استفاده میکنن. حالا بازم پلاستیکی کیفیت ایره نداره مشکنه آفتاب خراب میکنه. یا اینی که هست باز محکم هم است خراب هم نمیشه. زود خراب نمیشه نه. زود خراب نمیشه بله. بالکل زود خراب نمیشه. 3 سال 4 سال دوام میکنه. زیادتر دوام میکنه. از یک اوت میشه تا 10 سال هم خراب نمیشه. 10 سال هم خراب نمیشه. پلاستیکی را 2 سال میکنه. هفته خراب میکنه. چون 6 ماه 7 ماه هفته داریم نه؟ بله. هفته بسیار گرم. دیگه او خراب میشه. بله. پیام زیبایی تو بریم بنده عزیز ما بگو. چی پیام داری؟ خودم پیام خاص ندارم جور سلامت باشن دیگه. هم صنعتی که در خود افغانستان مردم بر دست تولید میکنه کارگاهایی که هستن از تولید وطن خود ما استفاده بکنن وطن خود ما پیشرفت بکنه. چیزایی که از خارج میاد کمتر استفاده کنن. چیزایی که نیستن مشکل نداره استفاده کنن. چیزایی که در خود افغانستان تولید میشه هیچ ضرور نیست که از خارج بیارن دیگه مردم استفاده بکنن. بالکل ساز وطن پیشرفت وطن. زنده باشید. تشکر. خوش آمدید. مهمان باشید. زنده باشید. تشکر. بخیر باشین عزیزان و تاسو د دې ځای معلوماتونه ولیدل نو د دې ښه کلی مرکه درلودې نوي شیان مو تاسو وښودل. سمې جانه ما را تعقیب کې چې داسې لاړ سو دلته هم ډېر یو ښکلی دوکان ده نو یو ډېر ښکلی حاجي صاحب دلته ناست ده. له دې سره به یو مرکه ولرو چې د دوی حتما ډیره تجربه لري د ژوند ډیره تجربه لري د علوی سازی ډیره تجربه لري. سلام علیکم حاجی صاحب محترم. خوب هستین؟ عافیت دارین؟ بخیر زنده باشین بخیر باشین. امروز حاجی صاحب ما یک برنامه داریم. خب این چوکی است. این پاک است مشکل نداره حاجی صاحب. بسیار مهربان هستین حاجی صاحب. ما هم یک 2 دقیقه میشینیم. حاجی صاحب محترم همین نام زیبایتون بگین که نامتون چی است؟ نام ما عبدالواحد. نام خدا. و شما می کسب و کار علوی سازی را دارید؟ علوی سازی و در زمستان بخاری می سازیم. همین بخاری دیزلی و بخاری بوری عره و همین زغال سنگی می سازیم. خب در وقت تابستان دیگه بعد آبدان است چاینک است می سازیم. آقای صاحب چون تجربه شما بسیار زیاد است شما سالهای متعددی است که کارم میکنین. ما نمی دکان از سال 52 که داوود خان رئیس جمهور بود ما این دکان گرفته بودیم. تالی را؟ تالی ما دمی دکان است. یعنی 50 سال شده باشه؟ 50 سال 55 سال 50 سال شد. خیلی. حلبی سازی چی است آقای صاحب؟ به نظر شما حلبی سازی چی است؟ نمی حلبی سازی که نمی سابق با نگسی نمی بخاری سازی نمی برای مردم که می سازن بخاری. خب چیزی که از این چادر و از فلزات نازک جور میشه حلبی؟ حلبی برسی ما نمی حلبی سازی. نمی آینش از 03 داره 02 داره 05 داره 07 داره آینش فرق میکنه. آینش از سابقا از مسکو می آمد. حالا از ازبکستان میاد از قزاقستان میاد. از قزاقستان میاد از چین میاد از ایران میاد از پاکستان میاد. آنجا رقم است. از اولاد از مسکو نمیاد. حالا از روس نمیاد. نه تنها از چین میاد. اما کارخانه قزاقستان هم که از کارخانه روس است. خب سابقا که بود ولی اون کارخانه از میاد. اونجا قزاقستان خوب شد. از نظر دیگه جای قزاقستان حالی
بالا شده تولیداتش البته خوبش است بهتر است موادش هم با کیفیت است با کیفیت است بالکل آقای صاحب امی شاید سن شما یک 70 سال باشه 74 شدیم نام خدا دیگه هم خدا ان شاء الله عمر بیشتر برای شما بده 74 شدین دیگه پدر افغان هستین شما این علبی سازی زمانی که شما خردسال بودین این علبی سازی بود ما خردسال بودیم شاگرد بودیم تفاوت شاگردی رو میتونین از اون سال این سال یک مقایسه بکنین بله یعنی چقدر فرق کرده خیلی فرق کرده سابقا یک شاگرد 7 سال 8 سال کار میکرد که باز کار یاد میگرفت حالا یک شاگرد 2 سال کار میکنه 3 سال کار میکنه کارگر میشه خود خلیفه میگیره خلیفه میشه او سابقا بود 6 سال 5 سال ما خودیم 8 سال کار کردیم خب 8 سال فیکس 8 سال کار کردیم همراه استاد ما با استاد برای ما اجازه داد ما گفتیم خیلی پس است دیگه اجازه داد باز دکان گرفتیم خب یعنی شما 8 سال کار میکردین زحمت میکشیدین کس یاد میگیرین باز اگر استاد اجازه میداد میرفتین از اونجا حالی که بدون اجازه 2 سال کار کرد 1 سال کار کرد کمی کار یاد گرفت بدون اجازه همین از برکت رفته اجازه نیست میره سر خود میره یک دکان وا میکنه یک وقت میره که یک دکانک وا کرده شده میره خلیفه دکان وا کرد یعنی برکت برده برکت کار برده برکت کسب برده ما تا که اجازه نداد ما از پیش نبرآمدیم دیگه منظور شما این صاحب از همین کمر بسته کردن چی از یک گفتم میخوام من کمرت بسته میکنم همین کارا که یاد گرفت کارا از این پیر و سازا و از این سابقه همین یک رواج ماندگیست دیگه بعد همون میان دو با چهار سازا کلان میتلمن یک چند طبق نان میکنن یک خط میکنن باز از اون یک دستمال هم میدم کمر شاگرد بسته میکنن برای دعا میتن که برو بخیر خدمت پدر مادر تا بگو خدمت توی بگو کار بله خب یعنی تاثیر داره سر کار کردن مثل که یک قاری قرآن شریف یاد میگیره دستاربندی میگن حفظ که دستاربندی میشه دیگه او قاری بسیار موفق میباشه بله میشه در خدمت دین و این در خدمت اقتصاد وطن بالکل های سبمی کار البسادی پیشرفت کرده یا نه پیشرفت خوب است دیگه او تو سابق پیشرفت بود نه حالی طور است که آبدان برآمده پلاستیکی بیلرهای پلاستیکی آمده همین آبدان قطعا از علبی‌سازی خلاص شده بیلر پلاستیک از خارج میاد بیلر مبلین است بیلر تیزه است او کس نمیگه که کیفیت دستیات آدم نقص داره و موقع او پر میگیره روش قیماخک میگیره او را کس در قصهش نیست نمور از آن میخرن از آن تو آبدان کس نمیخرن یکی سطل هم خراب شده سطل بشکای پلاستیکی بشکای روغن است بشکای روغن است این نمور سطل میسازن میبرن یکی یک مسابقه میساختیم برای مردم اطراف مشکای او میساختیم در سر مرکبا بار میکرد در سر خانه خدا میبود حالا این بشکای روغن که از 10 لیتر 20 لیتر این نمو عوض از اون کار میکنه از اون کار میکنند از اون میکنند حالا ما چقدر 400 500 دانه جور میکنیم حالا یک دانه هم کس جور نمیکنه آقای صاحب کس برای انسان تغییرات میره نمیره خوب است دیگه مثلا یک تغییرات همیست که این چیز شد حالا مامورین از بعضی بود از وظیفه خلاص شدیم این کس بعضی کس کار کنه میره کس نباشه میره مجبور یک کراوچه بخره روی بازار کار کنه بالکل یعنی کسی که مامور است کسبش باعث این میشه که تقاضی نشینه حالا یک نفر است امیر رفیان رئیس محکمه بود در مزار بود اونو دوجه چبلی کباب پزی میکنه خب به کدام منطقه؟ در نیم منطقه بیشتری چیز شفاخانه یعنی تقاعد کردن؟ نه از این حکم از وظیفه از خلاص شد خیلی بچه ممنون شد بچه من رئیس دیوان جزا بود در سمنگان بچه من 12 سال اسدیه را خواند هم پیش مولای عبدالخالق درس میخواند باز یا من 4 سال پانتونی مزار خواند باز رفت در کابل امتحان داد در کابل کامیاب شد 2 سال در کابل خواند با تخصص خودم خواند ماستری خودم خواند با دمود وظیفه داشتم سمنگان 8 سال وظیفه داشت باز خلاص شد دیگه اینا که اومدن باقتا نه تو بس تو باور خودش شوات کد نبود کس کم نزد بسیار کل مردم میشناخت آقای صاحب از زندگی خود خوش هستی؟ خوش هستم جان راضی هستی؟ شکر خدا که خوش هستی راضی هستی آقای صاحب تشکر از مصاحبهتان که همراه ما داشتین ان شاء الله مصاحبه را برای فامیل محترمتان نشان بدید که ان شاء الله در تاریخ ثبت شود آرامی از افغانستان آرامی از فکر خدام از دیگه زیاتر آرامی داشته ان شاء الله ان شاء الله که مردم کل خوشحال بگردن بالکل ما هم آرزوی میره داریم یک
ظاهر خان 40 سال پاچاهی کرد آرامی بود نه حالا مهربانی خدا اموالازی فعلا در جیب و تک از $1,00,000 هم باشه اجا تا قندار هم بری کستمی کجا میری امنیت آرامی است از قندار کابل هم بیا کستمی کجا میری هم جای شکر است شکر است بالکل جای شکر اگه وقتی بود که تا خانه میرفتی رفتن نمیتونستی بالکل نمیتون خانه میرفتی دلت در خطر بود در خطر شکر از با شکر که ما خوش هستیم بالکل از این دولت هم خوش هستیم از این چی هم خوش هستیم که خداوند هم یک آرامی را از این زیادتر بتدوام ان شاء الله ما هم آرزوی می‌ره داریم زنده باشه قدرمن اولیدونکو دا واز موږ نننۍ برنامه هیله دل دې برنامې مو خوند اخیستی وي تاسو علبي سازي وپېژنده او د خلکو خوږې خوږې مرکې مو واورېدلې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شیر یې کوئ لایک یې کوئ ښایسته ښایسته کومنټونه ولیکئ عزیزانو هیله ده له دې ویډیوګانو خوند واخلئ لاروین مایک ستاسو چینل ستاسو لپاره ستاسو وده زموږ وده تاسو وده لاروین مایک له تاسو سره ډېره مننه